سلام آقای دکتر. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. میشه معرفی کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سید حسن ساجدی هستم، دکترای روانشناسی سلامت، در خدمت شما هستم. خیلی خوشحالم. دکتر چند تا سوال خواستم از خدمتتون بپرسم که یه دیدگاهی راجع به روانشناسی به اون مربوط بدید. اینکه تفاوت روانشناس و روانپزشک چی هست؟ ببینید خدمت شما عرض کنم، اینجا دو تا تخصص مختلف هستن. وقتی صحبت از روانشناس میکنیم بیشتر تأکید میکنه روی روان انسان، ولی روانپزشکا معمولاً پزشکایی هستن که اومدن روانشناسی خوندن و اجازه تجویز دارو هم دارن. یعنی به صورت کلی‌تر و ساده‌تر بخوایم بگیم، روانشناس ها روی فرایندهای روانشناسی تاکید دارن، ولی روانپزشکا دیدگاه فیزیولوژیکی و بیولوژیکی دارن. یعنی وقتی یک اختلالی رو میبینن دنبال منشأ جسمانیش میگردن که بتونن اونو عمل بکنن. بنابراین به صورت خلاصه و مختصر اینه که روانشناسا دیدگاه روانشناختی دارن، روانپزشکا در حقیقت دیدگاه روانشناختی دارن ولی مبتنی بر جسم و فیزیولوژیک.